مادر رستم گندم دروی نرفت. از پگاه یگان چیز گم کردگی بر این از خانه به خانه دیگر می درآمد. درها را می کشاد و می پوشید. گویا پدر رستم را می جست. به نظر رستم نیز حولی کلان و خانه هایشان ویرانه بر این تافتند. نور و صفاشان رفته بود. همین دم کلته منصور دروازهشان را باز نمود. سواره بود. سواری همان اسب جومست گلی بادامش. اوی چه رستم؟ چه رستم؟ عبدالسلام رو گسیل کردی؟ ها رفتگیش نقص. در قشلاق خودش هم دیگر کس نموند. یک مو موندیم صاحبی همه. 3-4 نفر جان رو نگاه داریم هم میشدو. لیکن میدونی از رفتن عبدالسلام خفه شدی؟ به من نگاه کن. این زیق نشه. هر درد از زیقی میخیزد. فهمیدی؟ کمی داشته باشی من به خودم گوی. از حالت خبردار میشوم. نمیمانم که خار شوی. میفهمی؟ ما و تو از خوردی هم دیگر رو میدونیم. با هم کلان شدگی. کلته منصور از بالای اسب لاف میزد و لاف میزد. اما مادر رستم لام نمی گفت. از افتش رئیس زیق شد که سری اسب را گرداند و از حولی برآمد. هنوز مهمان ناخوانده دور نشده از پس در صدا آمد. رستم رستم کی جیغ دارد؟ نمیدانم. پروانه کو؟ ها آچه پروانه آمده است. حاضر از پیش نظرت کی رفت؟ وی را ندیدی؟ یا الله که سایه شمش از خاطرت برآمد؟ نمرده است؟ خبر مرگش نآمده است کو؟ یا دنیا را به دشمن دیدی؟ پروانه؟ های پروانه، دروازه را پوش بچیم. پیشتر بیا. با من یگان گپ داشتی؟ خاله جان من برستم کار داشتم. برستم؟ ها بچیم پروانه جون، یک دو گپ گویم ملال نشو بچیم. نه خاله جان. تو اکنون خورد نیستی. در سن تو من شو داشتم، صاحب بچه بودم. تو هم امروز پگاه توی می شوی دختری در فاتحه. قدر خودت را پس نکن. بعد خسوری تو آدمی میدنی. من بچم یک آدمی بیکس، به غم خودم سرگردان. برای تو از بچم نمانم میگویم. رویم سیاه می شود. تو عقلت به سرت گیر. هر جا پرک نشو. کوتاه گپ که من توی کلی نمی کنم. آچه بس کنید آچه. با ما کردار نشوید التماس. غمی تو را می خورم بچم. غمی تو را. همش از دست آن کثافت. الهی خانهش سوزه. رستم 3-4 جویک سیب را گذشت. یک سیبی بلند را چسبیده برآمد. از بلندی به حولی نظر افکند. کسی نمیتافت. از بین ساعتها گذشتند. تاریکی فرآمد. آسمان ستاره زار شد. از نو به حولی چشم دوخت. سایه میگشت. پروانه پروانه. رستم از بالای درخت سیب فرآمد. از بین علفها شرفه پا رسید. دخترک از جوی پرید. پای برخنه دیوار ماند. وایسته ایتوشا پروانه. باز نرفتی؟ خبیست آواز نبرار. بیو دست داده. نه یک طرفیست. خدا میفرویم. رستم او را بالای صفه که بابای ریزا میان باغش ساخته بود
از بغل فراورد. خیر، چی گفته از خانه برآمدی؟ خیال میکنی که بهانه کم؟ از مای سری من و تو زیاد خام لک لک بهانه میادم. رستم، ستاره ها خوش رویه، آسمانم، دنیا هم، همین باغ هم، همه جا خوش روی. خودت چی؟ پروانه، خودت از تمام عالم زیباتری. قدت نهاد، مویهایت رو بین، پسی پایت خمیدند، رویت، دستانت. باز چی میگویی؟ آن چی میگویم راست است پروانه. ستاره ها، آفتاب و مهتاب پیش از ما هم بودند. معلم فردوسی میگفتند که دنیا که نه، بعد سری ما هم ستاره ها میبرایند. تا آن روز خودت میگویی که یک جوان عمر لازم. پیر میشویم، بعد آن طرفش رو کی میداند؟ برای من نزدیک. چه نزدیک؟ روزی که ستاره ها رو دیگر نبینم، با آنها خیر گویم. پروانه، چه لازم این گپ‌های بیهوده؟ چون از هم جدا می شویم. رستم، یک عمری، لیکن تو مرا از خاطر نبرار. بس کن پروانه. من این خیلی امید نداشتم. آرزوهایم بسیار بودم. فکر می کردم که روز می بینیم. خودم تو را دیدنی بودم. خانه اتون رفتم، لیکن گناه مادرم را بخش پروانه، التماس. خیرت که اومدی نخل شد. چی گفتنی تو؟ گپ زن پروانه، مرا عذاب نده. علاجی دیگر ندارم، او را نمیخواهم. چراغ‌های دیه خاموش گردیده، خانه‌ها یکی از پس دیگری در آغوش تاریکی پنهان می‌شدند. از دور صدای دریاچه سفیداب به گوش می‌رسید. پروانه خاموش پیش می‌رفت. رستم از بری وی قدم می‌ماند. چی؟ ما امشب خواب نمی‌کنیم پروانه؟ خب در اینجا کلبه نباشد، بالش نباشد. روی صفه تگ زردالو داریم چی؟ اونجا به خانه ما نزدیک باشد چی؟ گفتگوی من رو میشنوند. آواز نمیبراریم. رود و خودم نمیخوریم. میخوایی من تو رو گرم کنم؟ امشب من همراه تو فقط یک شب. گاوگم بود. رستم از پروانه پیشتر در تگ چنار که حالا بابای رستم در عین پیری از زیر آن میگذشت حاضر شد. او هم کوتل را فرامده می آمد. به نظر رستم او پروانه نه، بلکه ماهی بود که از سری کوتل رخ نموده است. آهسته آهسته یگان قدم مانده می آمد. از شبی که در باغ بابای رستم با هم بودند، او برای رستم پروانه دیگر است. جان و جگر و روح و روانی وی است. و جز آرزوی با او در زندگی یک جا بودن دیگر ارمانی ندارد. کاش حیاتش، مماتش را با او پیوندد، نفسی، لحظه از او جدا نباشد. همین روز قریبی های پیشین امک نصرت الله به خانه اشان آمد. قاصد، فرستاده کلته منصور. امک نصرت الله به قول خودش ناعلاج مانده آمده است. بیا گپی من نگیر، خانه‌اش را.
چی علاج؟ وای مسلوق همین را میخواسته است. تشویشش زیاد. چی تشویش داشته است؟ نمیدونستگی بر این گپ میزنی ها؟ امشب توی کلین میفرارد. در خانهش دو زنهایی که کلته به ناخن پایشان نمیارزد. بعد قشلاق پوری بیوه و بیچاره خواهد به سر دویده کارش را میکنند. دو زن میگویی؟ زنی معلم او را پسند نمی کند. با زوری و سیاست خانهاش برده است. مرد هم دست این زنک را قپیده نمیتواند. خدا انصاف دهد زنک را. نباشد وی خودش چی؟ سگی بطه با وی نان نمیخورد. لیکن حالا همین جنحس به سرمان کلان. الهی دورش باطل شود. گفتم که آشه رستم بیا جنجال بسیار را به سرمان نخریده. پیشتر به خانهاش رو. قطار آدمان همانجا ایست. با همین کلته خرسند باشد خیر گوی. وای به تو چی کرده میتواند؟ خیر میلش. چی گفتید؟ شما خانه کلته رفتنی؟ نه، پدرم در جنگ باشند حالا من هستم. من خانه وی کلته را آتش میزنم. شما چه هیجا نمیروید؟ از جایتان نمیجنبید. تو بچم حالا کودک. پروانه کوتل را نشیب میشد و همین منظره از پیش دیده رستم نمیرفت. چرا او را همه بچه میگویند؟ چرا او حق ندارد ننگ و ناموس خاندان، مهر و محبت جوانی خود را حمایت کند؟ آمدی پروانه؟ میگویم گفته بودم کو. نقص که آمدی؟ نمی آمدی؟ خانه‌تان میرفتم. نمیترسیدی؟ نه، برای تو دیگر از هیچ کس نمیترسم. جان میدیم و از دست نمیدیم. تو اکنون از آن منی پروانه جان. کی باز؟ از دینه. پیش چی؟ اما وقت تو را دوست می داشتم. راست میگویی؟ شوخی نمی کنی؟ دستت رو با من ده. گپ دارم گفته بودی. اون سوتا روی میگویم. خیر انا جوی پناه هم یفتی. گوی گپت را. پروانه جان، من از تو دیگر جدا نمی شوم. گپت همی؟ ها پروانه، می رویم. کجا؟ نمیدانم. روی دنیا کشاد. ما و تو کودک نه. جای و منزل یافته می توانیم پروانه جان. میلش رستم می رویم. راهی دیگر نیست. کاری از قشلاق می برایم. همین شب. میلت رستم، لیکن می ترسم. چی خیل می شده باشده؟ نترس پروانه. نمی ترسم میگویم و باز می ترسم. بعد مادرم چی میکنند؟ در عذاب موندند. غمی من علمی دادو رحمم میآید. پروانه اگر نگریزیم توی می شود. خواهی نخواهی کلته تو را به خانهاش می برد. در بغل شال. توی نمی شود. توی شال را به خاطر من نبیار. من راهی آسانی از وی خلاص شدن را یافتگی. هیچ که نشد. خودم را میکشم. نابود میکنم. انا بعد یابند و گیرند. توی کنم. نامعقول کرده. پروانه، این خلفیک ها را به سرت نبیار. من و تو با هم میشویم. به پیری میرسیم. کشکی. ایست، خاموش شو. میشنوی؟ آوازی گفتگو. دو اسپکی جانبی چنار نظر داشتند. آنها از افدش رستم و پروانه را دیدند. یکی اسبش را پیش راند. او کلته منصور بود.
زنی به دادری من در فاتیه بوده. تو اینجایی؟ نمیدانی ها؟ یا دیده و دانسته برقصد. در وقتش دختری نغزیدگی من پدرت از راه زده بود. وی کاری از دستش می آمدگی را در حقم کرد. درمانده و بیابرو شده بودم. باز تو همین خیلی کار کردنی. نوبت به پسرش ها؟ این پیلتر را از گوشت برار. امروز ها دیگر بودم. امروز دوری من همه زور نازور تریخت دیار است. تو پدرت آچت خیش و تبارتم کیستید شما ها. احلاف خواهم همه تون را از روی زمین درویده میپرتایم. حالی پدرت به تو پن نشد زده گوشکم کردم. امروز پگاه خبری مرگش میآید. خلطه منصور اسبش را زیر قمچین گرفت. اسب گرد رستم و پروانه چرخ زده سمک میزد. با هر دور گشتن اسب خلطه منصور از روی زین خم شده به سر رستم قمچین میانداخت. چی کردی کثافت؟ دختر رو میزنی؟ من اکنون تو رو میکشم. خلاصی نمیابی. عجلت رسیده بوده از زود. تو با من گفتن دختر رو برای چی میزنی؟ تو با من گفتن. رستم گویا بال برآورد. جهیده بلجام اسب خلطه منصور چنگ انداخت. دست به کشتلی جامهش بود. با یک سلطه وی را از بالای زین به زیر به پیش پایهایش افکند. به سر و رویش با مشت و لغت میزد. روی سنگ خاک و ریگ کشالهش میکرد. خیالش که هر قدر این ذات را زند دلش خنک نمیشود. میکشم تو رو میکشم سکی بدزاد. میکشم تو رو. اینجا بیا. از دستی من خلاصی کجا گم شدی نمیبینی؟ چنین را صاحب شو. سواره دوم سلیم دراز بوده است. او به سر جنجال آمد. طرفی من گردان سگ بچه مرا بین که در خیالت میکشم. سلیم دراز از اسبش پیاده شده به کتف رستم پنجه انداخت. رستم خیال کرد که استخوان‌های کتفش شکسته آرد شدند، ولی خودش را از دست نداد. با وی رو به رو ایستاد. پدرش گفته بود سلیم دراز را میدانی؟ میترسم که همین آدم به تو زیان نرساند. حالا رستم به پنجه سلیم افتاده بود. او به سرش قمچین برداشت. رستم دستی او را داشتنی شد ولی زورش نرسید. قمچین به شست به سرش فرآمد. خیالش که از چشمانش آتشک بیرون جسته به در پهن شد. عالم را سیاهی زیر کرد. وقتی که به خود آمد خود را در خانه اشان دید.